هر دو در آمریکا دوره دیده بودند و از سلاح‌های آمریکایی تغذیه می‌شدند. او در مورد یگانی صحبت می‌کرد که هم وجود داشت و هم وجود نداشت. ایران سر خاک و حیثیت خودش با کسی شوخی نداره. سیاست و دیپلماسی همیشه پیچیدگی‌های خودش رو داشته. در طول تاریخ هم این پیچیدگی‌های مرموز در مورد بازی‌های سیاسی بین روابط کشورها رو ما همیشه می‌دیدیم. برای مثال در همین تاریخ معاصر خودمون اینکه چی شد که دانشجویان رفتن و سفارت آمریکا رو اشغال کردن، یا اینکه چی شد آمریکایی‌ها به ایران حمله کردن و در صحرای طبس اون اتفاق براشون افتاد، یا اینکه چرا در طول جنگ آمریکایی‌ها به عراقی‌ها کمک می‌کردن و اتفاقا اسرائیلیا با اینکه در ظاهر حکومت‌هامون با هم مشکل داشت به طرف ایرانی کمک می‌کردن و یه جاهایی هوای ارتش ایران رو داشتن. اینها همه سوالات بی جوابیه که کم کم در طول تاریخ ما شاید پاسخ‌های اونها رو پیدا بکنیم. توی این ویدیو من قصد دارم یک برگ نهفته‌ای تاریخمون رو بیرون بکشم و از یک عملیات مشترک بین ایران، آمریکا و انگلستان پرده برداری بکنم. البته چیزی که خیلی محرمانه نبود و اطلاعاتش دست گریخته وجود داره، ولی اطلاعات کاملتری از کل عملیات و نحوه انجام اون رو میخوام بهتون بگم. البته که بهتون حق میدم شاید براتون باور کردنش سخت باشه که در دهه 80 شمسی سه کشوری که در ظاهر بسیار با همدیگه مشکل داشتن یک عملیات مشترک نظامی در افغانستان انجام دادن. افغانستان کشوری بود که سالها در حال جنگ با شوروی بود. البته ارتش پادشاهی این کشور فقط چند ماه بعد از حمله شوروی از هم پاشید و تقریبا نابود شد. بعد از فروپاشی ارتش افغانستان، گروه‌های شبه نظامی و مردمی با همدیگه جمع شدن و اونها در برابر روس‌ها مقاومت کردند که اسم مجاهدین رو برای خودشون انتخاب کرده بودن. کلاً جمعیت افغانستان رو میشه به سه دسته تقسیم کرد: افغان‌ها، پشتون‌ها و هزاره‌ها. افغانستان کشوریه با قومیت‌های متنوع که اکثریت اون به سه دسته افغان، پشتون و هزاره تقسیم میشن. این اقوام با اتحاد خودشون و استفاده از موقعیت کوهستانی کشور مقاومت شدیدی رو در مقابل لشکرهای شوروی تشکیل داده بودند و به صورت پارتیزانی نیروهای اشغالگر رو به سطوح آورده بودند. از طرف دیگه آمریکا و شوروی دو رقیب سرسخت در جنگ سرد قرار داشتند. طبیعی بود که آمریکا مستقیما یا از طریق کشورهای دوست و حامی از هیچ کمکی به مجاهدین دریغ نکنه. کشورهایی مثل عربستان، پاکستان و حکومت ایران بیشترین کمک رو به مجاهدین افغان می‌کردند. به نوعی جنگ افغان‌ها با شوروی از حالت وطن پرستانه خارج و تبدیل به یک جنگ ایدئولوژیک شده بود. یک سال قبل از تحولات شوروی و فروپاشی دولت بولشویک، آمریکا تصمیم گرفت این موازنه رو به هر شکلی به نفع خودش تغییر بده. حکومت سعودی یکی از بزرگترین ارسال کننده کمک به افغانستان بود. یکی از ثروتمندترین و پرنفوذترین خانواده‌های عرب سعودی خانواده بن لادن بودند. اسامه از افراد ثروتمند و با نفوذ در عربستان علنا با مجاهدین در ارتباط بود و حتی افرادی از این عشیره در کنار افغان‌ها می‌جنگیدند. حالا اسامه داخل خاک افغانستان نیروهای زیادی از مجاهدین رو با خودش همراه داشت. اسامه یکی از شاخص‌ترین برگ‌های برنده آمریکایی‌ها بود برای پیروزی بر روس‌ها و یکی از نقاط ضعف اسامه و یارانش یا کلاً بگم نیروهای مجاهدین نیروی هوایی روس‌ها بود. جنگنده‌های میگ به سرعت می‌اومدن و مواضع مجاهدین رو بمباران می‌کردن و می‌رفتن و تقریبا میشه گفت مجاهدین با اون سلاح‌های سبکشون هیچ دفاعی در برابر میگ‌های روسی نداشتن و تار و مار می‌شدن. برای همین آمریکایی‌ها تصمیم میگیرن که اسامه و تعداد زیادی از یارانش رو به آریزونای آمریکا انتقال بدن و اونجا بهشون آموزش بدن چطور با سلاح‌های ضد هوایی آمریکایی علیه میگ‌های روسی اقدام بکنن و بتونن در برابر ارتش شوروی ایستادگی کنن. مجاهدین افغان در اون پایگاه یاد گرفتن چطوری با سلاح‌های ضد هوایی پیشرفته کار بکنن و آمریکایی‌ها تعداد زیادی مثلا سلاح‌های دوش پرتاب استینگر رو در اختیار اونها قرار دادن تا با خودشون به افغانستان ببرن و اونجا در برابر جنگنده‌های روسی ایستادگی کنن. سلاح‌های پیشرفته‌ای که جنگنده‌ها و هلیکوپترهای روسی هیچ راهی برای فرار کردن از اونها نداشتن.
فقط استینگر هم نبود، کلی سلاح‌های سبک، مواد منفجره یا انواع تاکتیک‌ها رو در اختیار نیروهای شبه نظامی افغان قرار دادن و ورق جنگ رو تقریبا برگردوندن. البته که مهمترینشون همون استینگر بود، چون اولین بار بود که خارج از آمریکا یا به یک نیروی خارجی داده میشد و اتفاقا براتون جالبه بدونید که همین سلاح‌ها بعداً به دست ایران هم افتاد که خودش موضوع یک ویدیو مجزاییه. دوش پرتاب‌های استینگر عرصه هوایی افغانستان رو به هر گونه هواپیمای جتی تنگ کرده بود. گاهن چندین جت همزمان برای بمباران اعزام می‌شدند و از لابلای صخره‌ها در کوهستان‌ها موشک‌های استینگر بود که به سمتشون میومد که یا سقوط می‌کردند و یا اگر خیلی ماهر بودن بلافاصله فرار می‌کردند. در نهایت نیروهای روس خاک افغانستان رو بدون پیروزی ترک کردند. مجاهدین افغان در ابتدا با فرماندهی احمد شاه مسعود حکومت شورایی افغانستان رو تشکیل داد، اما رفته رفته بحث قدرت و قدرت مداری سران ولایات بالا گرفت. از طرف دیگه در 3 سال آخر جنگ پاکستان بسیاری از نیروهای مجاهدین رو در خاک خودش آموزش میداد. این افراد اصطلاحاً طالب نام داشتند که بیشتر از آموزش نظامی آموزش فکری دریافت می‌کردند. با ورود طالب‌ها به افغانستان و کثرت اونها درگیری‌های قومی افزایش پیدا کرد. در این بین اسامه افغانستان رو تبدیل به یک پایگاه کرده بود و یک ایدئولوژی به نام القاعده رو سازماندهی کرده بود. القاعده این بار منافع آمریکا رو در تمام دنیا نشانه گرفته بود و یکی از مسائل پیچیده که هنوز کاملا حل نشده تغییر موضع ناگهانی اسامه به آمریکا ستیزی بود. البته بعدها با مثلا شکست القاعده و ظهور داعش که افراطی تر از القاعده عمل میکرد، هر دو یک وجه اشتراک داشتند. اسامه و ابوبکر البغدادی هر دو در آمریکا دوره دیده بودند و از سلاح‌های آمریکایی تغذیه میشدند. بخشی از مجاهدین هم از پاکستان برگشته و مستقلاً گروه طالبان رو با تفکرات التقاطی و تندروانه اسلامی تشکیل داده بودند و شروع به مبارزه با دولت مرکزی کردند. در سال 1377 نیروهای طالبان به شهر مزار شریف در شمال افغانستان حمله می‌کنند و از بین اون همه جای دیپلماتیک کنسولگری ایران رو انتخاب میکنن و بعد از ورود به کنسولگری تمام دیپلمات‌های ایرانی رو به شکل فجیعی میکشن. فقط هم به این کار بسنده نمیکنن و بعد از کشتن اونها به اجساد اونها هم بی‌حرمتی میکنن. حالا اینکه چرا طالبان بعد از تصرف مزار شریف میان سراغ کنسولگری ایران و همچین کاری میکنن یا میخوان احساسات ایرانی‌ها رو جریحه دار بکنن، خودش میتونه موضوع یک تحقیق خیلی مهم و جالب باشه. به نظر من دستای پشت پرده در کار بود که ایران رو تحریک بکنه داخل جنگ با افغانستان بشه. بعد از این اتفاق شورای امنیت ملی تشکیل جلسه میده و بلافاصله نیروهای پیاده و زرهی و هوانیروز ایران و نیروی هوایی به حالت آماده باش قرمز در مرزهای مشترک قرار میگیرن. در شورای امنیت ملی هم 3 نوع تفکر وجود داشت. اولین تفکر این بود که ما بی‌اعتنایی بکنیم و یک تذکر دیپلماتیک بدیم که بعضیا طرفدار این ایده بودن. یک دیدگاه دیگه هم وجود داشت که یک سری‌ها میگفتن یک سری عملیات پارتیزانی انجام بدیم و انتقام خودمون از طالبان بگیریم ولی وارد جنگ نشیم. ولی یک دیدگاه قوی دیگه هم وجود داشت که آقای حسن روحانی و یک سری از افراد که یک حمله گسترده از طرف ایران به افغانستان شکل بگیره و قسمتی از افغانستان اشغال بشه تا اینجوری هم انتقام کنسولگری رو گرفته باشیم هم درس خوبی به طالبان داده باشیم. یه جورایی شبیه جنگ 8 ساله ایران و عراق که قرار بود در شمال شرق ایران اتفاق بیفته و این بار با افغانستان. این افراد خیلی هم سعی کردند که این مصوبه رو از آیت الله خامنه‌ای بگیرن، اما در نهایت آیت الله خامنه‌ای به این نتیجه رسید که این کار خلاف منافع ملی ایرانه و اگر ایران وارد افغانستان بشه پاش رو در باتلاق افغانستان گذاشته، جایی که ارتش‌های بزرگ یا قدرت‌های بزرگ هم اونجا گیر کردن و اگر ما هم بریم اونجا به همین سرنوشت مبتلا میشیم. اما چند وقت بعد با حملات 11 سپتامبر و اتفاقاتی که احتمالاً همتون میدونید چی بود، آمریکا به بهانه حضور اسامه در افغانستان تصمیم میگیره که به این کشور حمله بکنه و انتقام خودش رو یا انتقام مردمش رو از مردم افغانستان بگیره. در صورتی که طبق اطلاعاتی که من دارم و قطعاً CIA و ارتش آمریکا اون زمان داشت، اسامه بن لادن در اون زمان اصلاً داخل افغانستان نبود و در کشور دیگه‌ای زندگی میکرد.
با گسترش القاعده و حملات 11 سپتامبر که البته این قضیه هم هنوز ابهامات خودش رو داره، بعد از ورود آمریکایی‌ها دولت ولایتی مجددا شکل گرفت و یکی از وظایف ارتش آمریکا آموزش نیروهای ارتش افغانستان تا تشکیل یک دولت جمهوری بود. در این بین اما طالبان با وجود خارج شدن از شهرهای بزرگ حملات گسترده‌ای رو البته با کمک القاعده سازماندهی و بعضی از شهرها و ولایات رو به تسخیر خودشون در می آوردن و عده زیادی از نیروهای ائتلاف رو درگیر خودشون کرده بودند. 10 مهر ماه 1380 نیروهای طالبان با یک حمله همه‌جانبه استان هرات و تمام شهرها و روستاهای اون رو تصرف میکنن و این کار رو هم برای آمریکایی‌ها سخت میکنه هم برای ایرانی‌ها، به خاطر اینکه نیروهای طالبان هیچ حد و مرزی برای خودشون نمیشناختن، دقیقاً مثل همین اتفاقات که این روزها داره میفته، و به پاسگاه‌های مرزی ما خیلی تعدی میکردن و خیلی مشکلات زیادی رو برای مرزبان‌های ما به وجود آورده بودن. برای همین یک بار دیگه یک دستور آماده باش کامل به ارتش ایران ابلاغ میشه. در جلسه شورای عالی امنیت ملی طرحهایی بررسی شد، از جمله حمله مستقیم به هرات. بزرگترین مشکل حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بود. هر گونه عکس‌العمل احساسی ممکن بود به درگیری بزرگی بین نیروهای دو طرف منجر بشه و خسارت بزرگی رو به وجود بیاره که منافع اون بیشتر به طالبان میرسید. زنده یاد حاج احمد کاظمی در جمع فرماندهان نیروهای سگانه سپاه طرحی رو ارائه داد که مورد توجه اکثر فرماندهان وقت قرار گرفت. اون در مورد یگانی صحبت میکرد که هم وجود داشت و هم وجود نداشت. حاج احمد و سرلشکر صفوی هر دو میدونستند که صحبت از کدوم نیروهاست. اونها میتونستن مثل شبح وارد هر نقطه‌ای بشن، ضربات خودشون رو طبق برنامه وارد کنن و بلافاصله محو بشن. چون تابع سازمان مشخصی نبودن، از نظر دیپلماسی هیچ مشکلی پیش نمی اومد. مزیت بزرگ به رخ کشیدن قدرت ایران در مقابل آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بود و همچنین ضربات مهلکی به طالبان میزد. اجازه و دستور این اتفاق از طرف آیت الله خامنه‌ای به سرلشکر صفوی صادر میشه و هماهنگی‌های بعدی به عهده احمد کاظمی گذاشته میشه. 11 مهر ماه 1380 فرودگاه مشهد. هواپیمای ترابری C-130 در باند حاشیه در ساعت 4 بعد از ظهر توقف میکنه. از این هواپیمای آمریکایی 26 نفر با چفیه‌های سبز رنگ که تا نیمه صورتشون بالا کشیده بودن خارج میشن. این افراد در گروه‌های 5 نفره سوار خودروهای تویوتا شده و به مقصد نامعلومی حرکت میکنن. بعد از خروج نیروها نوبت تویوتاهای باری بود تا جعبه‌هایی در اندازه‌های مختلف رو بارگیری کنن و از محوطه خارج بشن. 11 مهر ماه 1380 ساعت 8 شب جاده مرزی خروجی از تایباد در یک سوله مستعمل کنار جاده. 26 نفری که از هواپیما خارج شده بودند در حال جابجا کردن بسته‌های رسیده بودند. بسته‌های مواد غذایی، آب، انواع سلاح‌ها و انواع مواد منفجره و چاشنی و دستگاه‌های مخابراتی و سیستم‌های کامپیوتری. تعدادی هم در حال نصب دستگاه‌ها در گوشه‌ای از سوله بودند. نکته برجسته بین این افراد این بود که داخل هواپیما با هم آشنا شده بودند و در حین کار به هم معرفی می شدن که همه می دونستن اسامی که داره معرفی میشه اسامی مستعاره و هیچ کس در مورد هدف حرف نمی زد. در ساعت 6 بعد از ظهر در شهرک صنعتی اطراف قرچک ورامی 2 خودرو به نوبت جلوی در کارگاه ها متوقف می شدن. انگار یکی از نفرات به خوبی می دونست که باید دنبال چی بگرده. اکثر افراد کارگاه ها در همونجا یا روستاهای مسکونی اطراف اون زندگی میکردن. افغان هایی که مدت زیادی ساکن بودند و افراد زیادتری که تازه به اون مکان رسیده بودند. ساعت 11 شب خودروها از محل خارج شدند. نفری که در صندلی پشت نشسته بود 10 برگه نقشه علامت گذاری شده را به اون داد و گفت حاج احمد الان دیگه تمام شهر و تمام سوراخ سنبه‌های استان هرات تقریبا دستمونه. حاجی خدایی این مدل شناسایی از خاک دشمن تا حالا دیده بودی؟ حاج احمد کاظمی هم با همون خنده‌های همیشگیش میگه خدایی که هنوز همون تخم جن ذوالفقاری که از ماهر عبدالرشید و عدنان خیرالله تا الخزرجی گیرت میآوردن با خون چای شیرین صبحونه درست میکردن. 14 مهر
اردیبهشت 1380 عملیات خاصی توی هرات شروع شده بود. انفجار انبار مهمات طالبان در زاغه‌های کوهستانیشون شکل می‌گرفت یا نیروهای بلندپایه طالبان وقتی در شهر هرات داشتن حرکت می‌کردن مورد ترور قرار می‌گرفتن و در جای جای شهر کشته می‌شدن. نیروهای طالبان هم که از این موارد به سطوح اومده بودن رفتار خشونتباری با مردم شهر داشتن، ولی از جای جای شهر خبر ترور افراد طالبان به گوش می‌رسید. حتی شب‌ها صدای تیراندازی قطع نمی‌شد و این عملیات هر روز گسترده‌تر می‌شد. نیروهای طالبان می‌دونستند که این عملیات از سمت آمریکایی‌ها شکل نگرفته، ولی هنوز گیج بودن و نمی‌دونستند که از کجا دارن ضربه می‌خورن. تا اینکه یک شب دو کارشناس اطلاعاتی پاکستانی که وابسته به ASA بودن از هتل خودشون در هرات دزدیده میشن و به صورت دست و پا بسته در اون طرف مرز رها میشن. حالا نیروهای طالبان و پاکستان متوجه شده بودند که احتمالاً پای یک نیروی سومی در کاره. وزارت خارجه به شورای امنیت اعلام کرده بود که آمریکایی‌ها در مورد هرات و آزادسازی اون درخواست کمک و همکاری دارند. لحظات حساس فرا رسیده بود. جلسه فرماندهان عالی، شورای امنیت و تیم وزارت خارجه در حضور آیت الله خامنه‌ای تشکیل شده بود و مجوز مربوطه مشروط به اینکه نام و قدرت ایران لحاظ بشه اخذ شده بود. حاج احمد کاظمی و سرلشکر صفوی به این نتیجه رسیده بودند که افرادی که در سالهای 72 و 76 عملیات تسخیر تهران رو بدون درگیری انجام داده بودند میتونن با ادغام در واحدهای سپاه قدس تسخیر هرات و اطراف اون رو اجرا کنند، ولی وسعت هرات خیلی زیاد بود. آمریکاییان پیام داده بودند که تحت هر شرایطی مذاکره میکنن. مذاکرات هم نباید فقط با آمریکایی‌ها انجام میشد، هم انگلیسی‌ها و هم نیروهای ناتو باید حضور می‌داشتن. چه کسی مناسب بود برای این مذاکرات؟ امیر سرتیپ علیاری که قبلا سابقه مذاکرات با افسرهای ناتو و آمریکایی‌ها رو داشته و چندین بار به عنوان نماینده ایران توی جلسات ناتو شرکت کرده بوده. امیر علیاری فرمانده اسبق و بنیانگذار شاهین 715 بود و برای همین از هر کسی برای این عملیات مناسب‌تر بود. طبق پیشنهاد امیر علیاری این جلسه بعد در یکی از ناوچه‌های ایران در دریای عمان انجام میشد و نیروهای ناتو هم قبول کردند و 2 روز بعد یک هلیکوپتر آمریکایی مجوز نشستن روی عرشه ناوچه ایرانی رو دریافت میکنه. از طرف آمریکایی‌ها خود ژنرال تامی فرانکس فرمانده واحدهای تکاور و دلتا و از طرف افغانستان محمد اسماعیل خان والی سابق هرات و از فرماندهان نبرد با شوروی و یک کلونل جوان انگلیسی از هلیکوپتر پیاده میشن و مورد استقبال امیر سرتیپ علیاری قرار میگیرن و بلافاصله به اتاق عملیات راهنمایی میشن. تامی فرانکس مؤدبانه احترام خودش و دولت آمریکا و مردم آمریکا رو اعلام میکنه و رو به افسر انگلیسی میگه ژنرال علیاری استادهای فعلی شما در SAS و استاد ما در نیروهای دلتاست. امیر علیاری هم با اعلام طرح خودش تمام جمع رو مبهوت خودش میکنه، چیزی که حتی آمریکایی‌ها در ذهنشون هم نمیگنجید. این طرح نفوذ نیروهای ایرانی و یک شورش استانی رو در نظر داشت. با فراگیر شدن شورش، نیروهای دلتای آمریکایی و SAS انگلیس و افغانها از تمام جناح‌ها با پشتیبانی وارد میشدند. قبلا هم محل‌های استقرار نیروهای ورودی توسط تیم‌های ایرانی علامت گذاری شده بود. ابتدا حمله بالگردها و بعد هواپیماها. ظرف 2 روز نیروهای طالبان مجبور می‌شدند از نقاط شهری و روستایی خارج بشن و این درست زمانی بود که نیروهای سپاه قدس و دلتا در انتظارشون بودند. ژنرال فرانکس از امیر علیاری میپرسه عملیات چند روزه اخیر قاعدتاً کار نیروهای قدس نیست و تنها یک گروه خاص که ما با 100 نام میشناسیم قادر به انجام عملیاتایی با این کیفیت هستند. آیا امیر علیاری قصد داره در عملیات بعدی هم از تعداد بیشتری از این نیروها استفاده کنه؟ امیر علیاری جواب میده شاید 1/10,000 این نیروها استفاده بشه و برای این مأموریت باید کافی باشه. یک پاسخ مؤدبانه، رسمی و دندان شکن. تام فرانکس فهمیده بود که اشتباه کرده و عذرخواهی میکنه. ژنرال فرانکس میگه ژنرال علیاری من عذرخواهی میکنم. نیروهای دلتا در استعداد 3 تیپ و تکاوران با استعداد 1 لشکر نیروهای ما هستند و 55,000 نیروی تحت امر اسماعیل خان هم کنار ما میجنگن. امیر علیاری هم لبخندی میزنه و میگه البته که مطمئن هستم دوستان انگلیسی شما حتی آمار رسمی خودشون رو هم به شما ندادن. البته مهم نیست، همینقدر که نیروهای من در طول این چند شب 3 نیروی SAS رو که مدت‌ها دست طالبان بودن نجات دادن، برتری ما رو به آقایون نشون میده. ژنرال فرانکس هم میپرسه فرماندهی این گروه خاص حتما با همون فرمانده خاص خودتون هست
و باز با نام‌های بسیاری که ما اون رو با نام‌های مختلفی میشناسیم. بعضی وقتا با اسم ستوان آریا، بعضی وقتا به اسم سروان ثاقب یا حتی سرگرد خسرو یا سرگرد شهباز. اینها چند نامیه که ما متوجه شدیم. امیر علیاری هم لبخندی میزنه و میگه ژنرال خودتون معترفید که این شبح هیچ جا نیست و همه جا هست. بله در ساختار خودمون هم نمیدونن چند ستوان آریا یا سرگرد ثاقب یا بقیه اسمها وجود دارن. کیفیت عملیات و فرماندهی درست اون مهمه. آمریکایی‌ها تجهیزات درخواسته ایران رو میپرسن و یادداشت میکنن و امیر علیاری لیست چیزهایی که میخواست رو به ژنرال آمریکایی میده. 100 دستگاه تلفن ماهواره‌ای که روی 5 دستگاه اون باید شماره فرانکس، افسر عملیات سیاه و فرماندهان واحدهای تکاور دلتا سیو میشد. تفنگ‌های تک تیرانداز با دوربین‌های دید در شب و صدا خفه کن، مین‌های مختلف کالمور، لباس و تجهیزات انفرادی روسی، سلاح‌های تهاجمی و کمری روسی، سیم‌های گارد روسی و در پایان مهمترین چیز دستگاه‌های پورتابل رلی ایستگاه‌های بیسیم و تلفن و حدود 5000 دستگاه تلفن هوشمند برند کاترپیلار با سیم کارت‌های بین‌المللی. با تایید ژنرال فرانکس این لیست تحویل افسر عملیات سیاه میشه و فرماندهی به گرمی از هم خداحافظی میکنن. 2 روز بعد تمام تجهیزات درخواستی توسط یک کشتی سنگاپوری تحویل نمایندگان ایران میشه. سرلشکر رحیم صفوی اواخر مهر وارد ستاد موقت سپاه قدس در کوههای اطراف مشرف به فرودگاه شهر هرات میشه. عملیات ایرانی‌ها تحسین همه نیروها رو برانگیخته بود و بالعکس ترس و وحشت عجیبی در دل طالبان انداخته بود. ارتباط طالبان شنود میشد. اونها از نیروهای حرف میزدن که برایشون ناآشنا بود. حتی روش‌های بازجوییشون و همچنین دسترسی سریع به اطلاعات افراد خانواده‌های فرماندهان طالبان. اونها هنگام بازجویی از خود افغان‌ها به عنوان مترجم استفاده می‌کردند. بازجوها یا عربی حرف می‌زدند یا استانبولی و این برای سازمان اطلاعات طالبان و القاعده و حتی ASA پاکستان علامت سوال بزرگی ایجاد کرده بود. عملیات روانی نظامی‌های ایرانی توأم با بمباران‌های آمریکایی انجام می‌شد. ارتش آمریکا صرفاً از عملیات هوایی استفاده می‌کرد. اهدافی که از قبل توسط نیروهای ایرانی علامت گذاری می‌شد. در این طرف مرز هم نیروهای سپاه قدس در مقری نزدیک مرز بر اساس اطلاعات داده شده از پایگاه مرکزی روی نقشه‌های تهیه شده سرگرد شهاب از افغان‌های ایران توجیه شده بودند و به همراه یکی از نیروهای سرگرد شهاب وارد هرات میشن و دستورات خودشون رو از روی خطهای پاک مستقیما از سرگرد شهاب میگیرن و وارد کار میشن. شب 8 تلفن ماهواره‌ای ژنرال آمریکایی زنگ میخوره. پشت خط شخصی بود که کاملا با لهجه فارسی پشتون حرف میزد. مواردی که به ژنرال گفته میشد کاملا محرمانه بودن و برای همین ژنرال دفترچه یادداشتش رو برمی‌داره و به گوشه اتاق میره. نفر پشت خط با زبان انگلیسی حرف میزد و از اینکه انگلیسی رو سریع صحبت نمیکنه عذرخواهی میکنه و خودش رو سرگرد شهاب معرفی میکنه. ژنرال فرانکس صاحب صدا رو میشناخت و با خوشحالی جواب اون رو میداد و از اون بسیار تشکر کرد. سرگرد شهاب 8 مختصات بسیار دقیق رو در خود هرات و حومه فرودگاه هرات به ژنرال میده. این هدیه‌ای بود از طرف ایران به ارتش و مردم آمریکا. 8 نقطه استراتژیک شامل پایگاه مخفی القاعده و خونه‌های اعضای القاعده که فقط خودشون در اون ساکن بودن. سرگرد شهاب به ژنرال فرانکس گفت اگر متوجه میشد که در یکی از این مختصات‌ها بچه یا زنی وجود داره هرگز اون مختصات رو برای بمباران به آمریکایی‌ها نمیداد و بقیه مختصات موجود از القاعده هم که تعدادشون هم کم نبود قرار شد تیم ایرانی نیروهای القاعده رو اسیر کنند. اما مرحله دوم میتونید قسمت خیلی کمی از نیروهای دلتا رو تا موقعیت ایکس بیارین و استقرار بدین، اما انگلیسی هم باید به همون تعداد باشن و این باز اختصاصی برای شماست. طالبان و القاعده و آسا دنبال طرح مشترکی هستند که عمدتاً خود پاکستانی‌ها و قذافی از این طرح استفاده میکنن. اونها طرحی رو دارن که افراد شخصی یا چهره‌های خاص رو در کشورهای مختلف که ایرلاین پاکستان به اونجا پرواز داره بدزدن و اون افراد رو در قسمت بار هواپیما به پاکستان منتقل کنن و بعد از اون به پایگاه‌های القاعده انتقال بدن و بعد از چند ماه از اونها رونمایی میکنن. ژنرال فرانکس هم خوشحال بود و هم متفکر. اون پرسید این بخش آخر جریان ترانزیت رو چطور متوجه شدید؟ چون افراد ما این قسمت براشون معما شده بود. سرگرد شهاب لبخندی میزنه و میگه
ما بازجویی خاص خودمون رو داریم با کمترین ضریب خشونت. زندان گوانتانامو هم نداریم. اگر سوالی نیست این مکالمه بهتره تموم بشه. ژنرال فرانکس تشکر میکنه و میگه امیدوارم ارتش‌های ما هیچ وقت روبروی هم قرار نگیرن. قرار بود ساعت حملات هوایی با فرماندهی واحد ایرانی یعنی سردار رحیم صفوی هماهنگ بشه و از طریق ایشون به فرماندهی عملیات اعلام بشه. اولین بمباران هوایی رأس ساعت 6 صبح انجام میشد. فرماندهی سپاه قدس پیام رمز رو به فرماندهی عملیات اعلام میکنه. رأس ساعت 5:45 5 تیم 7 نفره در 5 نقطه شهر هرات، 2 تیم در شهرستان گذرا، 1 تیم در چشت شریف و 3 تیم هم در بخش راهزنک نزدیک مرز ایران در سکوت کامل وارد خونه هایی میشن که مراکز القاعده و طالبان بودن. تمام افراد به صورت خودشون ماسک زده بودن و لباس و تجهیزات روسی داشتن. مردم این مناطق که برای نماز آماده شده بودن به مدت 10 دقیقه صدای چند تیراندازی رو شنیدن و خودروهای شبیه خودروهای طالبان به سرعت از منطقه خارج شدند. رأس ساعت 6 مختصات داده شده از جمله پناهگاه‌های هواپیماهای روسیه به جا مونده از شوروی بمباران میشن. طبق قرار اولیه آمریکایی‌ها و سایر نیروها و نیروهای اسماعیل خان حق خبری کردن عملیات رو نداشتن تا فرماندهی عملیات بتونه از روی خبرهای خود طالبان و آمارهایشون تحلیل کنه و آمارهای واقعی رو محاسبه و به سرفرماندهی ایران اعلام کنه و اونها اخبار و آمار رو به اطلاع دیگران برسونن. نقل و انتقال اسرا توسط نیروهای نفوذی اسماعیل خان با پوشش طالبان انجام میشد و نیروهای دلتا که در نزدیکی چشت شریف که تقریبا خالی از طالبان بود اسرا رو تحویل میگرفتن. شنبه 19 آبان 1380 سرگرد شهاب داخل یک ون در نزدیکی‌های هرات برای ملاقات با یکی از معاونین اسماعیل خان در محل مقر در داخل یک تنگه محرمانه میرسه. 2 نفر همراه اون پیاده میشن. 3 مرد مسلحی که برای استقبال اونها اومده بودن در کنار و پشت اونها حرکت میکردن. این قرار شب قبل هماهنگ شده بود و سرگرد شهاب با بهانه‌ای درد پا آرومتر حرکت میکرد. سرگرد شهاب با نجوا به هر دو نیروی خودش اعلام میکنه کانال TRT یعنی مکالمات منبع ترکی استانبولی. بعد از اون با لهجه پشتون از افغانی محافظ میپرسه برای دستشویی از کدوم قسمت استفاده میکنن، چون داخل محوطه تنگه فقط 2 تا کلبه مخروبه بود. افغانی محافظ اول دستپاچه میشه و بعد به سمت راست و چند صخره اشاره میکنه. سرگرد شهاب و افرادش که به سمت صخره حرکت میکنن، اون محافظ عراقی هم به طرفشون حرکت میکنه. ناگهان شهاب که متوجه میشه برمیگرده و خیلی غضب‌آلود بهش نگاه میکنه و سردسته افغان‌ها از اون افغان میخواد که دنبالشون نره. شهاب و افرادش پشت صخره میرن به بهانه مثلا دستشویی و به نیروهاش میگه احتمالاً شما هم متوجه شدین که این تلس. تعداد افغان‌ها به شکل عجیبی کمه. دیوارهای اون محوطه به تازگی گلوله خورده و خاک محوطه مشخصه که دستکاری شده. من مشامم به بوی خون حساسه و بوی خون رو از زیر خاک‌ها حس میکنم. ضمن اینکه به شکل عجیبی توی محوطه مگس وجود داره و همین شک من رو بیشتر میکنه. سرگرد شهاب اضافه میکنه اون شخصی که دنبال ما میاد احتمالاً انتحاریه، چون به شکل عجیبی کلاش رو دستش گرفته و جلوی بدنش نگه می‌داره و این نشون میده خیلی ناشیانه میخواد جلیقه انفجاری خودش رو مخفی نگه داره. سرگرد شهاب میگه دقیقاً بالای صخره‌ها پشت خرابه‌ها 2 تک تیرانداز هستن که با عجله جایگیری کردن. رفله نور روی عدسی دوربیناشون تابلوه. فقط چند نفر از اینا افراد اسماعیل خان هستن، بقیه هم مخلوطن. با احتساب تک تیراندازها 12 نفر بیشتر نیستن. کلا 3 تا توییتا بیشتر توی ورودی تنگه نبود. وقتی برگردیم مطمئناً یکی رفته پشت کالیبر 50 وانت نشسته. اولویت فرامرز اون 2 تا تک تیراندازها. نمیدونم توی کلبه کسی هست یا نه. اولویت حمید افراد کنار کلبه که قطعاً یکی از اونها هم انتحاریه. شلیک‌ها همه باید مفید باشه، سر و صورت. این 3 نفر و تیربارچی هم با من. از پشت صخره که برگشتن سرگرد شهاب یک سیگار از جیبش در میاره و روشن میکنه. چند پک میزنه و به افغانی محافظ میگه بریم. گلوله اسلحه کمری شهاب مغز انتحاری رو منفجر میکنه. هنوز 2 نفر بعدی سلاحاشون رو کامل بالا نیاورده بودن که اولی هم افتاد و سرگرد شهاب 3مین گلوله هم به دست افغانی شلیک کرد و همزمان تفنگ AK-67 تیربارچی رو هدف قرار داد.
سرگرد شهاب قبل از اینکه به عملکرد افرادش توجه کنه سراغ اون انتحاریه میره و دستارش رو کنار میزنه تا مطمئن بشه جلیقه انفجاریش کنترل از راه دور نداره. بعد از اینکه خیالش جمع میشه اون رو رها میکنه و به سراغ بقیه میره. یک سکوت مرگبار منطقه رو گرفته بود و حمید و فرامرز هم دو تا یار سرگرد شهاب داشتن محوطه رو پاکسازی میکردن. در اون طرف هم حمید سراغ انتحاریه دوم میره و چاشنی اون رو جدا میکنه تا خیالشون جمع بشه. یکی از افغان‌ها زخمی شده بود و آه و ناله میکرد و بقیه همگی کشته شده بودن. به دستور سرگرد شهاب تمام کشته شده ها رو میارن و ازشون عکاسی میکنن تا برای نیروهای آمریکایی بفرستن و وضعیت رو شرح بدن. سرگرد شهاب با بررسی که میکنه متوجه میشه 2 نفر از این نیروهایی که کشته شدن نیروهای اسماعیل خان بودن و بقیه القاعده بودن. فرامرز از سرگرد شهاب میپرسه که از کجا متوجه میشه این القاعده است یا نیروی اسماعیل خان و سرگرد شهاب هم سیگارش رو روشن میکنه، از توی قمقمش چاییشو میخوره و بهشون میگه از اون کلاه جهودی که دارن و دستاری که دورش میپیچن من متوجه میشم این نیروی القاعده است. سرگرد شهاب با ژنرال فرانکس تماس میگیره و موضوع نفوذی‌های اسماعیل خان رو بهش میگه و میگه اسماعیل خان به روش خودش باید مشکل نفوذی‌ها رو حل کنه. اونها وقت زیادی نداشتن و سرگرد شهاب باید به زودی کد شورش و حمله نهایی رو اعلام میکرد. آماده باش از زرد به نارنجی تبدیل شده بود. وقتی عکس‌ها ارسال شد و کارشناسای سپاه قدس و CIA در تهران اون رو بررسی کردن، اونها هم تایید کردن که این جلیقه‌های انتحاری ساخت القاعده بوده و درست تشخیص داده سرگرد شهاب. بعد از اینکه این قرار ملاقات به رفته بود، نیروهای القاعده قصد داشتن سرگرد شهاب و نیروهاش رو اسیر کنن تا بعداً بتونن از اونها استفاده مناسبی ببرن. حالا وقتش بود اون نیروی افغان زخمی رو تخلیه اطلاعاتی بکنن، ولی اون یک نیروی طالبان عادی نبود و به هیچ عنوان به هیچ چیزی اعتراف نمی‌کرد. حالا وقتش بود که از تکنیک‌های خودشون برای اعتراف استفاده کنن. سرگرد شهاب و نیروهاش با تکنیک خاصی این افغانی زخمی رو به مقر خودشون انتقال میدن و اونجا آماده بازجوییش میکنن. یکی از تکنیک‌های بازجویی که خب برای من تعریف کردن و اینکه چطوری اون افغان رو وادار کردن که حرف بزنه این بود که یک پلاستیک روی سر اون میکشن و اون رو با دود سیگاری بخوریش میکنن. یعنی انقدر دود دمیده میشه توی اون پلاستیک که مجبور تنفس بکنه و چشاش سرخ میشه و اون حالت نشگی سیگاری رو بهش دست میده. توی این مرحله اگر اعتراف کرد که خب، اگر اعتراف نکرد با یک لوله که اصطلاحاً بهش سوند میگن مشروب به بدنش انتقال میدن و این آدم دیگه از حالت طبیعی خودش خارج میشه. تأثیرات نشگی و مشروب و یه چیز عجیبی میشه و احتمالاً کلی حرکات خارج از قاعده انجام میده که از تمامی این حرکات فیلم برداری میشه و بعداً در اختیار نیروهای طالب قرار میدن و اینجوری اون آدم اگر بخواد دوباره برگرده به سمت نیروهای خودش میدونه جایی نداره و حتما کشته میشه. برای همین مجبور اعتراف بکنه و اطلاعاتی که ازش میخوان رو در اختیارشون قرار بده. خیلی روش انسانی نیست ولی خب کاریه که انجام شده و جوابم داده. یک شنبه 20 آبان نیروهای ایرانی واقعا شبحگونه تمام هرات رو به دست گرفته بودند. هواپیماها و هلیکوپترهای آمریکایی روی شهر جولان میدادند. بیشتر نیروهای ایرانی با لباس مبدل در سطح شهر بودند و زمینه شورش شهری رو فراهم میکردند. برای مثال در یک خیابان ناگهان از 2 خودرو صدای موسیقی بلند میشد. نیروهای طالبان به سمت خودروها هجوم میبردند و حالا نوبت تک تیراندازها بود. این اتفاق بارها و بارها در داخل خونه‌ها یا خودروها تکرار میشد و نیروهای طالبان به این شکل مورد اصابت گلوله قرار می گرفتند. حالا نیروهای اسماعیل خان هم به مرور وارد شهر شده بودند و از مردم تقاضا می‌کردند بیرون از خونه بیان. با راهنمایی سرگرد شهاب، نیروهای دلتا و هنگ تکاوران و انگلیسی‌ها هم در حال پیشروی به سمت شهر بودند. سرگرد شهاب 2 نفر از نیروهای مهندس ارشد القاعده رو بیرون شهر هرات به ژنرال فرانکس که با هلیکوپتر اومده بود تحویل میده. 2 کلونل آمریکایی و خود ژنرال فرانکس هنگام خداحافظی احترام نظامی میذارن و برای سرگرد شهاب آرزوی موفقیت دارن. مردم هرات حالا با چوب و چماق در شهر جولان میدادن و نیروهای طالبان رو مورد ضرب و شتم قرار میدادن. ساعت 12 شب سرگرد شهاب این پیام رو برای تمام نیروها اعلام کرد. This is Operation Code Falcon 715. لحظات پرغروری بود وقتی 1 دقیقه بعد 10 ها بیسیم به زبانهای انگلیسی اعلام کردند Falcon 715 پیام دریافت شد. ظرف 27 روز عملیات ایرانی‌ها و نیروهای ائتلاف با تحمیل خسارات بزرگ به طالبان به پایان میرسه. مردم هرات جشن آزادی هرات رو بدون حضور نیروهای شبح برپا کردند. اما در نقطه‌ای از تهران تمام طول عملیات 28 روزه به صورت 24 ساعته از ساختمان امنی با حضور نیروهای اطلاعاتی ایران، سپاه، ارتش
و 4 کارشناس آمریکایی عضو واحد عملیات CIA، آژانس امنیت ملی آمریکا و پنتاگون کل عملیات رصد میشد. افتخاری بزرگ برای ایران بود تا همه بدونن ایران سر خاک و حیثیت خودش با کسی شوخی نداره. یکی از نکات بد و تأسف برانگیز تاریخ معاصر ما اینه که اطلاعاتی که وجود داره اکثرشون یک طرفه است یا بخش زیادی از اونها یا سانسور شده یا حذف شده و من خوشحالم که توی این ویدیوهای خودم یه جورایی میتونم یه بخش کوچیکی برای تکمیل کردن پازل اطلاعات داخل اینترنت رو پر بکنم. افرادی که توی این عملیات شرکت داشتن مستقیما اطلاعات خودشون رو در اختیار من قرار میدن و من میتونم با دید بازتری این اطلاعات رو به شما بدم و شما توی ذهنتون بدونید که همه این اتفاقات فقط مربوط به یک ارگان خاص نبوده و بخش زیادی از نیروهای ایرانی توی این عملیات ها شریک بودن. برای مثال توی اکثر منابعی که به این عملیات اشاره کردن فقط صحبت از سپاه قدس یا در کل سپاهه و چیزی از ارتش گفته نمیشه که خب این یه مقدار برای من ناراحت کننده بود. نکته بعدی، خیلی از من میپرسیدن که خب آکادمی بعد از انقلاب چه کاری انجام داده یا بعد از جنگ همچنان فعال بوده یا نه. این یکی از عملیاتی بود که آکادمی توش شرکت داشت و خب سرگرد شهاب یا همون شخصی که شما قبلا به یک اسم دیگه میشناختید یکی از افراد اصلی این عملیات بوده. حالا احتمالاً در آینده از روابط امیر سرتیپ علیاری و آکادمی هم بیشتر میتونیم چیزهایی رو کشف کنیم. اما در آخر احساس وظیفه میکنم که یک نکته تکمیلی دیگه هم بگم. یک روحیات افغان ستیزی خیلی بدی در کشور ما راه افتاده که البته بخشیش به حقه و بخشیش به ناحق. تمام افغان ها بد نیستن و ما مشکلمون با طالبانه. اونها آدمای جالبی نیستن و خب میدونم یه روزی شاید یک ضربه‌ای به ما بزنن، ولی مثلا هزاره ها با ما اشتراکات فرهنگی زیادی دارن و انسان‌های بسیار بی‌آزار و خوبی هستن و خواهش میکنم اگر بحث افغان ها رو پیش میکشیم اینها رو با همدیگه قاطی نکنیم. هزاره ها برادرای ما هستن، یک زمانی هموطنای ما بودن و ما یک کشور بودیم. الان درست جدا افتادیم ولی آدمای بسیار رنج کشیده اند و ازتون خواهش میکنم این دو قشر رو با همدیگه اشتباه نگیرید و ناراحتی که از طالبان دارید بر سر هزاره ها خالی نکنید. امیدوارم این ویدیو و عملیات شورش در هرات نظرتون رو جلب کرده باشه و امیدوارم یک روزی ایران آزاد و پیشرفته رو در کنار افغانستان آزاد و پیشرفته تجربه بکنیم. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.